یک عمل نادرست که ما در مردم دیدیم که یگان مردم نمیخواین که یک نفر دوم یا سوم ترقی بکنه، از اونا 5 قدم پیش برم، سر یک استیج همراش استاد شوه، یک قسم لباس همراش بپوشه. چرا؟ شما ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم واحد شخص است در کل تاریخ انسانیت که ما علت زو شخص 10,000 صحابه را مشناسیم. چند؟ 10,000 صحابه. برادر عزیز، همیشه باید مردم کمک کنی. اگر یک شخص نمیتونه در بین خود که من این کیفیت دارم، برش یاد کو برادر در این کیفیت تو داری، سپورتش کو. اگر او را سپورت کنی، الله سبحانه خود سپورت میکنه و پیش میری. عمده ترین مشکل در جامعه افغانستان که من میبینم، ما کوشش فقط ایران میکنیم که خود بالا بسازیم، ایران کوشش میکنیم که نزدیکای ما دیگه کسی بالا نبیه. اگر از نظر اقتصادی است، اگر از نظر علمی است، از نگاه هر معنوی یا مادوی، نمیخوایم. یک مریضی ماست، واجبه خود نگاه کنیم. هیچ شخص در دنیا نامده که با علت زو دیگه مردم جور شدن، شناختن، مردم مشهور شدن، لایق احترام شدن، مردم بهش احترام کردن. ببینید در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حیث پیغمبر این اجازه میداد به دیگران که پیش برین. چرا پیش نمیشین؟ نظرشان میگرفت، نظرشان مشنوید، احترامشان میکرد. دیگران نمیموند به دیگر کسی به احترامی کنن. ما تقریبا لکها صحابه داریم، لیکن 10,000 به نام ما مشناسیم. علتش کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. به علت او ما 10,000 صحابه را به نام مشناسیم و کلشان دوست داریم و کلشان به لیول بالاترین دنیا و آخرت ماشاءالله رسیدن. لیکن سوال ما دیجاست که از دست خود چند نفر جور شدن. ما خو حتی نمیخوایم که برادر خوار خود جور کنیم، همراهشان کمک کنیم، در یک ترقی برش بدیم، به خاطر میترسیم که جای ما رو خواهد گرفت. حتی در دفتر کسی را معرفی نمی کنیم، واسطیش نمیشیم. واسطی خوب که نشوه که او جای مر نمیگیره. نه، این یک نظر غلط است. به نظر شخصی ما خودم نمیگم که ما آدمی چیستم. نه، ما همیشه میبینم که او برادر کیفیت داره، لیکن ندارد اسباب که او کیفیت نشان بده. ما کوشش میکنم به او اسباب تیار کنم و همیشه همین کار شما بکنین، مردم جور کنین. در بدلش والله شما هم جور میشین. این نیست که دیگه مردم جور کردی خود جور میشین، خراب میشین. نه، شما هم جور میشین. حتی یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر با کسی بگویی که ماشاءالله خدا یک موتر خوب برداده، یعنی تعریفش کنی، یا بگی خدا ما یک موتر خوب بده، برش دعا کنی، ملائک به خود دعا میکنن که خدا به این دو چند بده. احساس کو که یک نفر خود جور کنی، برش کمک کنی، در یک جای 5 قدم او را پیش ببری، الله به خود کمک نمیکنه؟ میکنه. حتما کوشش کنین برادر خوار عزیز که یک دیگه خود جور کنین، یک دیگه خودتون پشتک نزنین، جور کنین، برین به یک دیگه همکاری کنین و همکاری در خیر، همکاری در اسلام نتیجهش آخرت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.